بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. هناك بعون الله سبحانه وتعالى ما درس خود را دوام میدهم از کتاب الحديث النووية. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، يعني إمام حافظ فقيه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الله رحمتش کند چنین می فرماید در کتاب خود الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يعني حديثي چلو يكم از ابو محمد عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما نقل میکنند که گفت پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یعنی هر کدام شما تا اینکه هوا و هوس خود را پیروی از آنچه که من آورده ام نگرداند هنوز ایمان نآورده است. این حدیث حسن و صحیح است، در کتاب الحجه با اسناد صحیح آن را روایت کردیم. گفتی زده شیخ البان که شیخ نووی امام نووی، اما شیخ البانی الله رحمتش کند و شیخ مقبل ابن هادی الوادعی الله هر دوشون رحمت کند این حدیث گفتن که حدیث ضعیف است. واقعا این حدیث ضعیف می باشد. فهمیدید؟ از چند راه یعنی که حدیث ضعیف می باشد، چون در اسناد این یک چند کسایی هست می باشند که اینها از گروهی ضعیف ها محسوب می شوند. مثلا شیخ مقبل الله رحمتش می گوید که من ثلاثة أوجه. الأول نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف. الثاني عقبة بن أوس لم يسمع من عبد الله بن عمرو. الثالث فيه اضطراب. يعني يكون در اسنادش نعيم بن حماد خزاعي بدست که این کس ضعیف است. دویم عقبة بن أوس نشنیده است عبد الله بن عمرو. سومی که در این حدیث در این اسناد اضطراب است. اینا مقام های یعنی که باید اضطراب از چه خیلی نمود حدیثه انشاءالله در دیگر موضع یا در دیگر فن میگذاریم. نکتفی مهم یعنی ازیاد کردن نکنه. به هر حال یعنی این حدیث هم لفظش نادرستی و هم یعنی هم اسنادش نادرستی و هم معناش هم نادرسته. یعنی که مؤمن هوا و هوس ندارد. خیلی انسان هوا و هوس خودش تابع آورده پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه. نه از یاد کردن ما به خاطر چیز؟ به خاطر حدیث ضعیف بودنش دانستن است و بس. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.